شیعیان رافضی و تقدیس ابولؤلؤ مجوسی قاتل امیر مؤمنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. اما در رابطه با ابولؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مستفاته. اما در رابطه با ابولؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مستفاته. اما در رابطه با ابولؤلؤ که نمیدونم کافر بوده مجوسی بود، اینا همه یاوه سرائیس و مستفاته. تصاویری از زیارتگاه ابولؤلؤ مجوسی در کاشان. بینندگان گرامی، اکنون به این تصویر که در زیارتگاه ابولؤلؤ نصب شده دقت نمایید.
ستایش رافضیان از ابولؤلؤ مجوسی. آهای مرد مسلمون، آهای شجاع کاشون، آهای مرد مسلمون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد خون، کاری کردی که از خلیفه فواره میزد. فتوای آیت الله خامنه ای رهبر ایران مبنی بر جواز به کار بردن واژه حضرت برای شخص ابولؤلؤ و توسل جستن به ایشان و نشر حال وی. در مجموع استفتاءات آیت الله العظمی خامنه ای که رسما از دفتر او صادر شده، فتوای شماره 7422 به شماره ثبت 5929 که در تاریخ 26/6 سال 1384 هجری شمسی صادر شده است چنین آمده: بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اهدای سلام و محبت و با آرزوی صحت و سلامتی برای آن وجود پربرکت، خواهشمند است نظر مبارکتان را پیرامون سوالات ذیل مرقوم فرمایید. به کار بردن واژه حضرت به منظور تکریم و تجلیل از مشاهیر و یاران اهل بیت علیهم السلام مانند مالک اشتر نخعی، یاسر و عمار، حر ابن یزید ریاحی، کمیل، ابولؤلؤ و امثالهم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ احکام زیارت نمودن و توسل جستن به آنان و نزورات برای بقعه و بارگاه این گونه شخصیات چگونه است؟ با توجه به اینکه رجال و شخصیت‌های مذکور همواره از حریم ولایت و امامت دفاع نمودند، مذکره نویسی و انتشار شرح حال زندگی نامه آنان برای اطلاع مؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ بینندگان عزیز و گرامی، طوری که در تصویر مشاهده می‌نمایید این است جواب آیت الله خامنه ای رهبر ایران به این استفتاء. جواب شماره 1 فی نفسهی مانع ندارد، یعنی استخدام کلمه حضرت برای ابولؤلؤ و امثالهی در نظر ایشان مانعی ندارد. و در جواب سوال 2 و 3 میگوید با فرض اینکه ترویج ارزش‌های اسلامی و دینی است و در راستای تحکیم رکن رکین ولایت است، مطلوب است. دفتر آیت الله العظمی خامنه ای، بخش استفتاءات. وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اونا وحدت به بازی گرفتن که فکر کنند با بستن ابولؤلؤ همه مشکلات حل می شود. اگه در حرم ابولؤلؤ رو میبندید، پس جلوی شناسنامه دار شدن سنیارم بگیرید اگه مردی.
تصاویری از زیارتگاه ابولؤلؤ مجوسی در کاشان ایران. این هم تصاویری است از عیدالزهرای رافضیان و پایکوبی در روز شهادت حضرت امیر مومنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ستایش از قاتل ایشان ابولؤلؤ مجوسی. مشتی بابا همه بیاری بالا. هر کس ولای مرتضی دارد بیاید، هر کس ولای مرتضی دارد بیاید، در جمع ما خصم ورا لعنت نماید. ما مهر زهرا و علی بر سینه داریم، با خصم زهرا کینه دیرینه داریم. خانه ابولؤلؤ عجب اعجاز کردی، تو عقده دلهای ما را باز کردی. گرچه ندارد خشم ما پایان ولی کرد، گرچه ندارد خشم ما پایان ولی کرد، از کار تو چشم محبان گشته روشن. های باریکالله ابولؤلؤ جونم، های باریکالله، های باریکالله، های باریکالله، بگو های باریکالله ابولؤلؤ جونم، های باریکالله ابولؤلؤ جونم. فتوای آیت الله العظمی سید علی سیستانی مبنی بر جواز بکار بردن واژه حضرت برای شخص ابولؤلؤ و توسل جستن به ایشان و نشر شرح حال وی. در مجموع استفتاءات آیت الله العظمی سیستانی که رسما از دفتر او در قم صادر شده، فتوای شماره 7341 چنین آمده است:
الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی سیستانی با اهدای سلام و محبت و با آرزوی صحت و سلامتی برای آن وجود پربرکت، خواهشمند است نظر مبارکتان را پیرامون سوالات ذیل مرقوم فرمایید. به کار بردن واژه حضرت به منظور تکریم و تجلیل از مشاهیر و یاران اهل بیت علیهم السلام مانند مالک اشتر نخعی، یاسر و عمار، حر ابن یزید، کمیل، ابولؤلؤ و امثالهم از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ بینندگان گرامی، این است جواب آیت الله سیستانی به این استفتاء. جایز است بلکه بهتر است یاران اهل بیت را با امثال این القاب احترام کرد. احکام زیارت نمودن و توسل جستن به آنان و نزورات برای بقعه و بارگاه این گونه شخصیات چگونه است؟ جواب آیت الله سیستانی به این سوال: بسیار پسندیده است و باید به نذر خود وفا کند. استفتاء شماره 3: با توجه به اینکه رجال و شخصیت‌های مذکور همواره از حریم ولایت و امامت دفاع نمودند، مذکره نویسی و انتشار شرح حال زندگی آنان برای اطلاع مؤمنین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ آیت الله سیستانی در جواب این سوال نیز میگوید اگر از منابع صحیح و موثوق نقل شود کار صحیح و خداپسندانه میباشد. هیئت استفتاء دفتر آیت الله العظمی سیستانی، قم. اکنون ببینیم که آیت الله قزوینی نظرش درباره ابولؤلؤ چیست. او میگوید ابولؤلؤ بنده صالحی بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. نه عزیز من، ابولؤلؤ مسلمان بوده، بنده صالحی هم بوده. توجه فرمایید. تصویر دیگری از عید الزهرای رافضیان و پایکوبی در روز شهادت امیر مومنان عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و ستایش از ابولؤلؤ مجوسی. ابولؤلؤ ابولؤلؤ حیدرم نوکر خواجه من برم نوجی و مجدی عالمم حضرت فاطمه سرورم حضرت فاطمه سرورم ابولؤلؤ ابولؤلؤ حیدرم نوکر خواجه من برم نوجی و مجدی عالمم حضرت فاطمه سرورم حضرت فاطمه سرورم علی مدد علی مدد علی مدد علی مدد علی مدد. اینم تصویری یکی از دیوارهای شهر کاشان در ایران.
بینندگان گرامی، دیدید که چگونه مدعیان وحدت اسلامی ابولؤلؤ مجوسی قاتل امیر مؤمنان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه را مسلمان دانسته و او را مورد ثنا و ستایش قرار می‌دهند و توسل جستن به وی و نذر کردن به بارگاهش را عبادت می‌دانند و روزی که او توانست امیر مؤمنین را به شهادت برساند را عیدالضحی نامیده و در آن روز به رقص و پایکوبی می‌پردازند. پس چگونه میتوان فریب دروغ‌هایشان را خورد در حالی که قاتل خلیفه مسلمین را ستوده و برایش بقعه و بارگاه میسازند و آن را به ادعای خود دفاع از رکن رکین ولایت میدانند؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای مؤمنان، از غیر خودتان همراز نگیرید. آنان در فتنه انگیزی و تباهی شما کوتاهی نمی کنند و رنج و ناراحتی شما را دوست دارند. این دشمنی از گفتارشان پیداست و کینه‌ای که در دل دارند به مراتب بیشتر است. ما آیات و نشانه ها را برایتان بیان نموده ایم اگر بیندیشید.